دوستای عزیزم سلام. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. میدونم منتظرین تا بدونین آبی کوچولو بعد از اینکه با قورباغه ها زندگی کرد دوست داره بره دیگه با چه حیوانی کنار بیاد، دوست داره بره زندگی چه حیوانی رو بیشتر بشناسه. آبی کوچولو راستش خیلی از خونه قورباغه‌ها خوشش نیامد، برای اینکه قورباغه‌ها خب زیر یه برگی کنار یه درختی یه گوشه‌ای از زمین میخوابیدن و بیدار میشدن. اما آبی چون توی خیاط خونه زندگی کرده بود دوست داشت توی یه خونه زندگی کنه، به خاطر همین خیلی سریع با قورباغه‌ها خداحافظی کرد و رفت. توی راه که داشت میرفت با خودش فکر کرد وای دلم چقدر برای خیاط خونه تنگ شده، برای خانم خیاط، برای آقای خیاط، وای برای دکمه هایی که با هم بالا بلندی بازی می کردیم، بپر بپر، بچرخ بچرخ، حتی دلم برای سوزن قیچی نخ همه تنگ شده. ولی اشکال نداره، انتخاب خودم بود دیگه، خودم خواستم دوستای جدیدم پیدا کنم، ولی واقعا دلتنگشونم. کاش میشد همین روزا دوباره ببینمشون، اما الان دیگه راه برگشتم خیلی دوره، خیلی از اونا فاصله گرفتم. همینطوری که داشت با خودش بلند بلند این حرفا رو میزد و یکم احساس ناراحتی و غم انگیزی داشت، یه دفعه یه صدایی از کنارش اومد که آبی کوچولو از جا پرید، گفت وای صدای چیه؟ صدای چی داره میاد؟ واقعیتش یکم ترسید، ولی دید یه مار بامزه گفت قیس خیلی سلام به تو دیگه کی هستی؟ تو حیوانی؟ موجودی؟ حشره‌ای؟ تو چی هستی؟ مطمئنم خزنده که نیستی. قیس آبی گفت وای سلام علیکم، خوبی شما؟ شما مار تشریف دارین؟ ای وای من، از کجا تشریف آوردین؟ من متوجه حضورتون نشدم. آبی کوچولو حسابی ترسیده بود، چون همیشه از مارا میترسید و همیشه راجع به مارا چیزای بدی شنیده بود. ماره که خودش متوجه ترس آبی کوچولو شد گفت قیس نه ترس بابا، من مار سمی نیستم، ما دو نوع مار داریم قیس، بعضی از مارا سمی‌اند، بعضی از مارا غیر سمی. من مار بزرگیم، اسمم پایتونه، ولی دوستان بهم میگن پاپیون. مار پایتون یکی از مارای بزرگ و غیر سمیه، مثل مار بوا، مثل مار مثلا آناکوندا. حالا ولش کن، اسمش خیلی الان مهم نیست که بدونی، ولی من یه ماریم که تو میتونی بهم بگی پاپیون جون. خیلی هم مهربونم، اصلا هم کاری ندارم تا زمانی که با من کاری نداشته باشی، ولی سمم ندارم. آبی کوچولو یه نفس راحت کشید و گفت وای خدا رو شکر، واقعیتش اولش خیلی ترسیدم در ابتدا و خواستم که سریع بدو اما از شما فاصله بگیرم، ولی چقدر تو بامزه‌ای. خب یه ذره از خودت بگو، چه بدن نرم و لیزی داری، دست و پا نداری؟ مار مهربون گفت ببین بدن ما معمولاً از پولک پوشیده شده قیس، یه پولک هایی به هم چسبیده. خب به خاطر همین ما دست و پام نداریم، ولی عضلاتمون و بدنمون و شکممون رو روی زمین اینجوری حرکت میدیم و میدیم جلو. بعضیامون رو زمینیم، بعضیامون از درخت بالا میریم، بعضیا تو آب شنا میکنیم، بالاخره تو شن خاک نرم بعضیا پنهان میشن. ما خیلی بدنمون نرم و انعطاف پذیره. آبی کوچولو گفت چی؟ یعنی چی انعطاف پذیر؟ یعنی چی؟ گفت یعنی نرمه، یعنی هر شکلی بخوایم میتونیم حلقه بزنیم دور درخت، رو زمین، هر شکلی که بخوایم، چون استخون نداریم و بدنمون ماهیچه است، میتونیم هر شکلی به بدنمون بدیم. تازه یه چیز جالب بگم که خیلی تعجب کنی قیس. آبی گفت آره میشه بگی بابا، من از وقتی اومدم تو جنگل تازه فهمیدم اصلا هیچ اطلاعاتی راجع به هیچ کدوم از موجودات ندارم، همین جوری هیجان زده میشم. ماره با صدای بلند گفت خب ببین، من چیزی که میخوام بگم قیس، میدونی که ما چشمامون پلکی که تکون بخوره نداره،
یعنی ما مثل آدما پلک نمیزنیم، روی چشمون یه لایه محافظ وجود داره. فهمیدی؟ تازه ما گوش هم نداریم خارج از بدنمون، ولی وقتی زمین میلرزه، یه چیزی میاد یه چیزی میره، حس میکنیم. وقتی یه حیوانی نزدیک ما میشه قیس، ما از طریق لرزش زمین متوجه میشیم. مثلا تو که داشتی همینجوری چرخ میومدی، من فهمیدم. زبونمونو ندیدی، میخوای ببینی؟ آبی با این که میدونست پاپیون کاری باش نداره و یه مار غیر سمی و مهربونه، ولی بازم ترسید. گفت وای خواهش میکنم زبانتو بیرون نیا، من واقعا یکم حساس شدم الان به این شما و سر و صدا و زبون و اینا. زبونتون چه شکلیه شما؟ مار گفت زبون ما 2 شاخه است. متوجه شدی؟ بله. تازه میدونی ما کجا زندگی میکنیم؟ ما خیلی متنوعیم. قیس از جنگل کوهستان بگیر تا بیابون و دشت و کنار رودخونه و باطلاق و حتی بعضی از روستاها و شهرها، ما تقریبا همه جا هستیم. قیس بعضیامون آبا دوست داریم، بعضیامون جاهای گرما دوست داریم، بعضیا روی درخت و بعضیا زیر خاک و زیر سنگ و سوراخ. آبی کوچولو گفت من واقعیتش قبلا خیلی دوست داشتم که مثلا خونتون رو ببینم، حالا الان همین توضیح هم بدی بسه. پاپیون گفت قیس فکر کنم ترسیدی آبی، درسته؟ آبی گفت ببین من یاد گرفتم که احساساتم رو پنهان نکنم و بگم. بله من یه مقدار ترسیدم، البته الان ترسم کمتر شده ها، ولی چون نمیدونستم شما چه نوع موجوداتی هستید و این چه شکلی خونتون، زندگیتون، اعصابتون، اخلاقتون اینا، من یکم واقعیتش ترسیده بودم، ولی الان یکم حسم بهتر شده. میخوام ببینم خونه شما چه شکلیه؟ آخه من توی خیاط خونه زندگی میکنم و همیشه مثلا خانم و آقای خیاط ببخشید چون کشاورزی هم میکردن تو حیاتشون، مثلا میگفتن درامون رو محکم ببندیم، مراقب باشیم مار نیاد. شما تو زمینه کشاورزی هم هستید؟ پاپیون که داشت همینجوری از حرفای آبی کوچولو میخندی چون هیچ اطلاعی نداشت گفت بله بابا، گفتم که ما همه جا تقریبا هستیم و حضور داریم. حالا ببین ما مثل مورچه ها و پرنده ها قیس اونجوری نیستیم حالا حوصله داشته باشیم خونه بسازیم. ما میریم بیشتر از سوراخ‌های خالی که تو زمین ایجاد شده میریم اونجا خونمون میشه، زیر سنگا، لابلای ریشه درختا، توی تنه پوسیده درختا تو جنگل، قیس خاک نرم زیر شن یا کنار آب. خونه ما بیشتر یه مخفیگاه امنه، استراحت میکنیم، پنهان میشیم. خلاصه خیلی خونه ما جذابه و اگرم میخوای بدونی ما مارهای مادر تخم گذاری میکنن، یکم مراقبت میکنن، بعد همه مارها که اومدن بیرون گاهی اوقات هم همشون نمیان، هر کی میره زندگی خودش، هر کی میره کار خودش رو میکنه. آبی کوچولو گفت یعنی شما گروهی زندگی میکنید یا تکی؟ مثلا مثل مورچه ها گروهی زندگی میکنید؟ آقا من رفتم خونه مورچه ها، برای ملکم یه دونه شنل دوختم، خیلی خوشش اومد و خیلی خوشحال شد. بعدش رفتم خونه زنبورا، خب اونام گروهی زندگی میکردن. کندوشون خراب شده بود، خب پاره شده بود، سم میومد توش، من با پارچه چرم کندوی اونا هم درست کردم، بعد رفتم پیش قورباغه، الانم که در خدمت شما حی حاضر اینجا ایستادم. مار خیلی از قدرت کلامی آبی کوچولو خوشش اومد. گفت حالا که قیس تو انقدر موجود مهربونی هستی، دوست داری یه سفر با من بیای و بریم زیر زمین رو ببینی؟ تو بشین روی پشت من، کاریت هم نباشه، محکم پولکای منو بگیر، میریم و سریع برمیگردیم. دوست داری؟ آبی کوچولو گفت یعنی میشه آخ جون. بعد ماره یه دفعه پاپیون گفت داشتم میگفتم ما مثل گوسفندا و مورچه‌ها و زنبورا گروهی زندگی نمی کنیم، ما بیشتر تنهایی زندگی میکنیم، ولی وقتی سرد بشه و جایی برای زندگی نداشته باشیم ممکنه بریم مثلا توی خونه های همدیگه تا کنار هم گرم بشیم. متوجه شدی؟ بعد آبی کوچولو گفت آره فهمیدم باشه، من الان میشینم رو کولت تا بریم زیر زمین رو با هم ببینیم. بچه ها
آبی کوچولو با هیجان نشست روی کول پاپیون تا برن و خونه پاپیون رو ببینن. منتظر باشین تا فردا شب ادامه قصه رو بهتون بگم.